در رابطه با کشیدگی، ما کشیدگی رو تو 2 تا نسل داریم، تو 2-3 تا نسل داریم. حالا چرا؟ ما هم تو کردیامون درازی سگ زیاده. بعضیا مثلا تو استان الان خراسانیم میگن گزش زیاده. هر جایی یه اسمی میذارن، اسمای خودشونه، به زبون خودشون کشیدگی رو میگن. بعد این کشیدگی و طول رو میگن. ما تو سگای کردی طول سگا خب خیلی زیاده، تو سگای سرابیمون هم زیاده، تو خراسانیامون هم یه سری از نسل‌ها کشیدگی داره، ولی هر کدومشون یه سری علائم خاص خودشو داره. واسه معیار خالص سازی و الگو کردن باید ببینیم. حالا الان نه دیگه، با این تست دی ان ای که انجام نمیده، کمک نکردن، نمیتونیم بگیم چی به چی. جنگا کاره. ولی آره کشیدگیشون تو خب کشیدگی تن، اونایی که از قدیم جنگی باز بودن کشیدگی و درازی رو خیلی قبول داشتن. حالا بالاخره فرم از جمجمه خیلی گنده ای داره نسبت به حالا چی میگن پهن بودنش. شاید مثلا سرابی پهن تره، شاید دوستشون تو نسل البته کردی هم پهن هست، نه اینکه نباشه، ولی یکم میکس که میشه حالت خوشش اومد. آره خوشش اومد. بابا من ندارم خودت برای گرگان